حق و حقیقت و دین. و بعدم در زمان حکومتش چقدر علی علیه السلام برای دین خدا زحمت کشید. علی دلسوز فقرا بود، علی اهل سخاوت بود. علی وقتی که مثلا زنی رو میدید که بچه های یتیم داره به قدری ناراحت میشد که خودش در زمان خلافت و حکومتش رفت تو خانه اون زنی که یتیم داشت و یتیم نوازی کرد، به فقرا و به ضعفا و به درموندگان رسیدگی میکرد. بالاخره امیرالمومنین این امتیازات رو داره. خب حالا من و شما که شیعه علی هستیم، خود امیرالمومنین در نامه 45 نهج البلاغه که به عثمان ابن حنیف می‌نویسه، اونجا می‌فرماد الا و ان لكل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. هر مأموم یه امامی داره که به امامش اقتضا میکنه. بعد میگه الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما قدرت ندارید که مثل علی عمل کنید. ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدا، ولکن کمک کنید علی را، اهل ورع باشید، اهل محکم کاری باشید و سراغ حرام نرید، سراغ شبهناک نرید. حالا من اون نامه رو نمیخوام برادران بکنم، اون نامه بسیار خوبیه، به عثمان ابن حنیف نوشته که استندار علی بوده در بصره. یه جوونی یه مجلس عروسی چیزی داشته، سران و اعیان شهر رو دعوت کرده، عثمان ابن حنیف هم استاندار رو دعوت کرده و غذاهای رنگارنگ و سفره خلاصه چرب و نرمی بوده. امیرالمومنین بهش خبر میرسه. حالا ببین چقدر علی علیه السلام اون وقت نه تلگراف بوده، نه تلفن و نه فاکس و نه تلکس و معذارک میاد به من خبر رسیده که توی مجلس عروسی، تا یه مجلس عروسی یعنی مهمانی استاندار، خبرش به علی میرسه و گزارش میشه. و چون مجلسی بوده که اعیان و اشراف شرکت کردن و ریخت و پاش توش بوده خلاصه و فقرا محروم بودن، این امیرالمومنین توبیخش میکنه که تو نباید در یه همچین مجلسی شرکت کنی. غنیهم مدفوع و عائلهم مدفوع، فقرا محروم و ثروتمند بودن. تا یه مجلس شامی که استاندار رفته خورده به علی خبرش میرسه با او وسایل کم اون روز و امیرالمومنین بی تفاوت نمیذاره که خب استاندار حالا بیا یه شب خوشش باشه. نه، میگه که یه مجلس شأن تو نیست تا آخر نام. حالا که از چیزایی که امیرالمومنین روش زیاد در کلماتش در نهج و بلاغه و خطبش عنایت داره، مسئله امر به معروف و نهی از منکره. به مناسبت این که شاید بعضی آقایون دیده باشن یه عده از اساتید دانشگاه از ما راجع به احزاب سوال کردن اینجا اول آمدن، بعد گفتم بنویسید سوالتون رو. سوالشون رو نوشتن و ما جواب دادیم و او جواب این آیون را راجع به همون تشکیل احزاب سیاسی ما از راه امر به معروف و نهی از منکر وارد شدیم. حالا این منتشر هم شده، هر که آیون خواستم میگیرن میخونم. اونجا در اون نامه که ما نوشتیم، اول ما آیه شریفه قرآن ذکر کردیم که خداوند تبارک و تعالی در سوره توبه که فرماد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در این آیه یکی راجع به منافقین هست در این سوره. اونجا خدا تعبیر میکنه والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض،
یعنی منافقین و منافقات بعضشون از بعضن، تعبیر به اولیاء نمیکنه، ما که دوست هم هستن. معنی ولی دوست نی، اونجا بعضهم من بعض یعنی سرشون توی آخوره. منافقون و منافقات بعضشون از بعضن، سرشون توی آخوره. اما مؤمنین و مؤمنات رو که حضرت میخواد بگه در سوره توبه است، هر دوتا آیه. اما راجع به مؤمنین و مؤمنات که امیرالمومنین میخواد بفرما، میفرماد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ولی در لسان قرآن و حدیث معناش صاحب اختیاره. ولایت یعنی صاحب اختیاری. منتها ولایت مراتب داره. الله ولی الذین آمنوا، ولایت خدا داره، ولایت مطلقه. پیغمبرم خدا میگه النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. امامم ولایت داره، ولی فقیه هم اگه واجد شرایط باشه ولایت داره. حالا اینجا خدا یه ولایت عمومی میگه همه مردای مؤمن. آیون اهل ادب توجه دارن، میگن که الف لام موصوله سر اسم فاعل اسم مفعول مفید عمومه، استقراق. همه مردای مؤمن و همه زنهای مؤمن، این فقط منحصر به مردان. بعضهم اولیاء و بعضشون نسبت به بعض دیگه ولایت دارن. اینا اول خدا مقدمه چینی میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر اول امر به معروف و نهی از منکر میگو، ممکن بود که تو ذهنش بیاد که خب من که امر به معروف و نهی میکنم، این دخالت تو کار مردم دارم میکنم، طرفم یه به تو چه؟ جهنم میرم، خودم میرم، به تو چه؟ برای اینکه نگید به تو چه، خدا جلو جوابشو داده. میگه خدایی که ولی همه مردمه، اینجا این مؤمن و ولی قرار داده. پس شما راجع به امر به معروف و نهی از منکر، همه مرد و زن نسبت به همه مؤمنین ولایت دارن دیگه. همه از اون بالا تا پایین، هر کس کج بره، ظلم بکنه، تعدی بکنه، خلاف شرع انجام بده، اینجا منحصر نیست به یه عده خاصی. خدا میگه همه مؤمنین و همه مؤمنات بعضی ولی بعضی هم وقت یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. پس مقدمه این امر به معروف و نهی از منکر، یعنی دستور امر به معروف و نهی از منکر، اول به عنوان مقدمه ولایت عمومی رو ذکر میکنه که بس همه مردم ولایت دارن، کسی نمیتونه بگه به تو چه، هیچ کی نمیتونه جلو بگیره. خب اون وقت امر به معروف و نهی از منکر موارد جزئی داره. یه وقت هم معروف و منکر یه شخص نمیتونه انجام بده، احتیاج به تجمع، تشکر، تشکیلات داره. روزگار فرق میکنه، زمانه فرق میکنه. در هر زمانی بایستی برای اینکه معروف در جا وصف پیدا کنه و همه منکرات جلوش گرفته بشه که همه مسئولیت دارن. مردم حق ندارن بی تفاوت باشن، تمام مردم وظیفه دارن. کارایی است که حالا یه مرد یه کار جزئی انجام میده خلاف است، اینو من میتونم از منکر، اما یه منکر